مهمترین های ماه حمل سال 1400 خورشیدی. اعلام آمادگی اداره هوانوردی ملکی جهت پذیرش مسئولیت‌های کنترل ترافیک هوایی میدان هوایی حامد کرزی. رهبری اداره هوانوردی ملکی طی به نظامیان ناتو اعلام نموده است که این اداره آماده پذیرش مسئولیت تمامی کنترل ترافیک هوایی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی می باشد و خرسند می شود که تا اول ماه می سال 2021 تمامی مسئولیت‌های کنترل ترافیک هوایی را به این اداره انتقال نمایند. نشست سه جانبه میان اداره هوانوردی ملکی، مؤسسه تتراتک و USAID. در این نشست در رابطه با رسیدگی مکلفیت‌های ششگانه از جمله ماستر پلان انتقال مسئولیت‌های میدان‌های هوایی از نظامیان خارجی به اداره هوانوردی ملکی، برنامه‌های ظرفیت سازی کارمندان تکنیکی، حمایت‌های تکنیکی سازمان ایکاو، خریداری سافت‌ویر نظارتی، مطالعات امکان‌سنجی میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا و دیزاین میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری گفتگو صورت گرفت. آمادگی‌ها جهت به بهره برداری سپردن میدان هوایی خوست. معین پلان و پالیسی این اداره در سفری که به ولایت خوست داشت میگوید که ساخت و ساز ترمینال در حال تکمیل شدن است و به زودی آماده بهره برداری میگردد. آغاز نخستین برنامه ظرفیت سازی مفتشین و کارمندان تکنیکی و مسلکی توسط اتحادیه آیاتا در اینستیتوت هوانوردی ملکی کشور. این برنامه در 14 بخش یکی از بهترین برنامه‌های آموزشی در تاریخ هوانوردی کشور است که برای 55 تن از کارمندان هوانوردی ملکی به مدت 1 سال توسط مربیان خارجی برگزار می‌گردد. نظارت معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به منظور رسیدگی به شکایت‌ها و مشکلات موجود در امور مستاجرین و کارمندان. افتتاح سالن چک و کنترل امنیتی ترمینال بین المللی میدان هوایی حامد کرزی. این سالن به گونه معیاری از کمک‌های بلاعوض کشور آلمان اعمار گردیده است. تلاش برای آغاز پروازهای هفته‌وار شرکت هوایی کام ایر از میدان هوایی احمدشاه بابا به شهر دهلی و بالعکس. آغاز پروازهای مستقیم در سکتور مزار شریف استانبول. پایان دوره نخست برنامه ظرفیت سازی مفتشین هوانوردی ملکی افغانستان از سوی اتحادیه بین المللی آیاتا. 22 تن از مفتشین و کارمندان تکنیکی و مسلکی در اینستیتوت هوانوردی ملکی تصدیق نامه‌های برنامه ظرفیت سازی 2 هفته‌ای را که توسط سازمان بین المللی آیاتا برگزار شده بود به دست آوردند. دیدار رئیس شورای ولایتی لوگر با معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی روی اعمار میدان هوایی لوگر. امضای سند همکاری در بخش ارائه خدمات ترافیک هوایی میان اداره هوانوردی ملکی افغانستان و تاجیکستان. نشست معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی با پست هولدرز شرکت‌های هوایی به منظور تقویت همکاری‌ها میان شرکت‌های هوایی و اداره هوانوردی ملکی. اشتراک معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی در نشست کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی افغانستان اوکراین. هدف از این سفر توسعه و تحکیم همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های گوناگون به ویژه سکتور هوانوردی ملکی عنوان می‌شود. برگزاری نشست جهت نظارت و بررسی فعالیت‌های گراوند هندلینگ در میدان‌های هوایی بین‌المللی کشور. الزامی شدن تست PCR مسافرین که به افغانستان سفر می‌کنند. مبنی بر فیصله وزارت صحت عامه کشور به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اداره هوانوردی ملکی اعلام کرد که تست PCR تمامی مسافرین که در پروازهای بین المللی از بیرون به داخل کشور سفر می‌نمایند از اول سور امسال الزامی میباشد. برگزاری نشست هیئت رهبری اداره هوانوردی ملکی و اتخاذ تصامیم مبنی بر بیرون شدن از رویکرد مدیریتی و عملیاتی واکنشی به کنشگرا یا پیشگیرانه، معیاری سازی اداره هوانوردی ملکی، پروسه پذیرش مدبرانه مسئولیت‌های میدان‌های هوایی از نظامیان ناتو، استخدام فارغین اینستیتوت هوانوردی ملکی، سرعت بخشیدن پروسه استخدام و تأمین اصلاحات اداری و برگزاری سمینار آگاهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در اداره هوانوردی ملکی.